تصور کن شب است و باز غم داری، خیال راه رفتن در حرم داری. برای اینکه با دل هم قدم باشی، میایی تا اذان صبح آن شب در حرم باشی. تصور کن ببینی رفت و آمد نیست، دگر باب الجواد و صحن و گنبد نیست، دگر تعداد زائر بیش از حد نیست، ضریح نقره‌ای هم دور مرقد نیست. حرم را فرض کن بی صحن گوهر شاد یک لحظه، بدون آب سقاخانه و بی پنجره فولاد یک لحظه. تصور کن شبستانی نمی بینی، رواق و صحن و ایوانی نمی بینی، کنار در شبیه قبل دربانی نمی بینی. حرم لبریز زائر نیست، مسافر یا مجاور نیست، دیگر دوروبرش سینه زن و مداح و شاعر نیست. علم ممنوع، ورود دسته هم ممنوع، صدای نوحه و سینه زنی و ذکر و دم ممنوع. محرم پرچم مشکی زدن دور حرم ممنوع. نباید فاطمیه پیراهن مشکی تنت باشد، نباید شال ماتم گردنت باشد، نباید از در و دیوار صحبت کرد، نباید لحظه‌ای در مورد مسمار صحبت کرد، نباید از طناب دور گردن گفت، نباید از چهلتن گفت، نباید از زمین افتادن زن گفت، نباید از 2 تا 6 ماه اینجا گفت، نباید از رباب و از دل زخمی زهرا گفت، نباید گفت میخ در همان تیر سپر شد بعد، نباید گفت مادر در بدر شد بعد، نباید گفت آبی خورد و شیرش بیشتر شد بعد، نباید جمله‌ای از کاروان و از ربابش گفت، نباید از نشستن زیر نور آفتابش گفت، نباید از مسیر شام و از بزم شرابش گفت. تصور کن مدینه در تمام سال اینطوری است، به روی قبرهایش سایبان هم نیست، فقط یک گریه کن دارد، فقط یک گریه کن دارد.